از روزهای دهم به هم آخر سال یه قهوه بزنیم، بریم سراغ بقیه کارامون. سلام بچه ها، صبحتون بخیر باشه. الانی که من دارم این ویدیوها رو ضبط میکنم روزهای آخر سال 402 هستش. دقیق نمیدونم چه روزیه، چون این ویدیوها رو با فاصله روزهای مختلف از هم گرفتم بعضیاشونو. الان که صبح من میخوام صبحانه‌مو بخورم و بعدش هم برم سراغ یه سری از کارها، چون که امروز جلسات آخر کلاس‌های آموزشگاه هستش و باید ببینیم که جلسه آخر رو چیکار کنیم. سر کلاس من نشستم و کتاب خوندم، اما بچه‌ها از من خواستن که براشون فیلم بذارم و با رأی اکثریت خب من یه سری انیمیشن رو فلش داشتم و تصمیم گرفتیم که برای بچه‌ها انیمیشن ماشین ها رو سر کلاس بذاریم. از که برگشتم خونه، حالا از که نه، شب بود، من که برگشتم خونه نشستم پای لپتاپ، چون که هم یک سری کارها رو باید برای بولت ژورنال سال جدید باید انجام میدادم و هم این که یک سری خاطرات رو می نوشتم و همچنین من چون کلاس فرانسه میرم باید می نشستم و یک سری از تکالیف آخرین جلسات فرانسه رو هم انجام میدادم. خب که یک سری از تکالیف رو فرستادم، یک سری رو هم با تأخیر زیاد فرستادم. هوای آخر سال هوای فوق‌العاده‌ایه، یه کوچولو بارون میاد، دوباره بارون قطع میشه، درخت ها هم کم کم دارن جوانه میزنن و اینم از گل خوشگل حیات خونه ما. و نکته مهمتر اینه که ماه رمضان هم داره شروع میشه و امشب هم شب اول ماه رمضان بود و آخر شب تصمیم گرفتیم من و دختر داییم با هم دیگه بریم و یکم بگردیم. خب اینم از روز بعد من داشتم قهوه درست میکردم که مامانم از منم قهوه خواست. بعدش هم با یک سری تایم اضافه داشتم، یک سری که نه، یک مدت تایم اضافه داشتم و تصمیم گرفتم که بعد سالها بشینم پای این کتاب رنگامیزی و یک تصویری رو که تقریباً مربوط میشه به فصل بهار رو رنگ کنم. من این کتاب رو یادم قشنگ که زمانی که کرونا در بدترین حالت خودش بود، در اوج بود و اصلا بیرون نمیرفتیم، من اینو آنلاین خریدم و از اون موقع تا الان شاید بگم سر جمع کلش دو سه تا از تصاویرش رو بیشتر رنگ نکردم. برای همین بود تایم اضافه داشتم، ترجیح دادم به جای اینکه بشینم پای گوشی بشینم و یک کوچولو از این کتاب رنگامیزی کنم که یک کوچولو حال هوای فصل بهارم داشت. از هر رنگی هم که دلم خواست استفاده کردم و دوست داشتم اینو ضبط کنم که به عنوان داکیومنت بمونه. راستش رو بخواین من این وایسی که دارم میگیرم هیچ گونه قطعی نداشته تا الان، چون دلم خواست هر چیزی رو که فی‌البداهه میاد من بگم و بمونه برام، چون من هدفم از ساخت یوتیوب فعلا اینه که یک سری از لحظات زندگیم رو که بعضی وقتا دوست داشتم برام یادآوری بشه و واقعا فراموش کردم، یا بعضی وقتا مثلا یادم رفته که من قدیم چی کار میکردم برام ضبط بشه، داشته باشم که حالا بعدم ببینم که چی میشه. خب اینم از نقاشی و این رنگامیزی که تموم شد و بله spring is coming، دیگه آخرای ساله. خب اینم از آخرین جلسه باشگاهم که به سختی رفتم واقعا، اما خب رفتم. بعدش هم که برگشتم خونه نشستم و ادامه کتابمو خوندم که فکر کنم کتاب شرلوک هولمزه. خب و اما میرسیم به فصل که نه، هیاهوی قبل از شروع فصل بهار. خب من رفتم بیرون و یک سری ویدیو گرفتم که ترجیح میدم الان خودتون نگاه کنین که حال هوای شهر ما ایلام قبل از شروع سال جدید چطوری هستش.
اینم از شروع چیدمان 7 سین امسال. من سعی کردم که برای چیدن 7 سین خیلی سخت نگیرم که حتما ظرف و ظروفش ست باشن. برای همین از هر ظرفی که داشتم استفاده کردم. من کلا عاشق خرید ظرفای فانتزی و موگ و اینجور چیزام. برای همین یک سری از وسایل، یعنی ظرف‌های سر سفره 7 سین از ظرفایی بودن که خودم طول سال خریدم. بعضیشونم مثلا اون ظرف سیگار یا ظرف سنجد از اون گلدونایی هستن که طول سال برای روز معلم و روز پدر و روز مادر جمع کردیم. اینم از ثمنو که نصفشو خودم قبلش خورده بودم و اینم از 7 سین امسال. صبح خیر. از 4 فروردین ساعت 5 صبح حرکت به سمت تهران. خب ما صبح 4 فروردین با یک سری از دختر عمو و پسر عموها و دای اینا برای عروسی یکی از پسر عموهامون به سمت تهران حرکت کردیم. خب من بیشتر از این چیزی نمیگم، ادامه ماجرا رو دیگه خودتون ببینید. امیدوارم از هم الان لذت ببرید.
خب اینم از تالار عروسی، عمارت باغ سفید که توی کرج بود. این اولین عروسی بود که ما با بچهای فامیل، با دوستان فامیل البته و بدون پدر و مادر، اولین بار بود که یه عروسی اومده بودیم. کلا برامون یه عروسی متفاوت بود و خیلی هم بهمون خوش گذشت، چون اولین که تو تعطیلات عید بود و دومین که جدا از این که به اصطلاح میگن هم فال و هم تماشا، هم برامون شد یک مسافرت و هم یک خاطره خیلی خوب که از نوروز 403 برای ما موند. امروز آخرین روزی هست که ما تهران هستیم و تصمیم گرفتیم که خب آخرین استفاده ها رو از تهران انجام بدیم. ساعت تقریبا 3:04 بعد از ظهر بود که دریاچه چیتگر رفتیم. ما اولین بار بود که اینجا می اومدم، برام خیلی قشنگ بود ولی هوا به شدت سرد بود، برای همین یه خورده اذیت شدیم اما خوش گذشت. اما بعد از دریاچه چیتگر ما یه کافه رفتیم، کافه آقای نواب ابراهیمی، کافه روستری نوژ که من و دختر داریم کیانا مدت‌ها بود دوست داشتیم که اینجا رو بریم و برام جالبه که من یکی از اهداف کوچیک امسالم بود که همین اول سال برام تیک خورد و خیلی هم خوش گذشت. اینم از آخرین شب ما، کافه رستوران اسپیناس که خیلی هم جذاب بود. خب اینم از ولاگ نوروز و تهران من با تأخیر. امیدوارم که خوش گذشته باشه و مطمئن باشین که ولاگای قشنگتری هم تو راه هستش.